با سلام و خسته نباشید خدمت عزیزان. امروز میخوایم با هم یه دسر خوشمزه جدیدی رو درست کنیم. این دسر بافت خیلی لطیف و طعم بی‌نظیری داره و به شما پیشنهاد میکنم که حتما برای مهمونی ها و یا عصرونه این رو درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. بریم مواد لازم رو با هم ببینیم. مواد لازم رو توی کپشن نوشتم. 2 لیوان شیر داریم که 1 لیوان از اون رو داخل یک قابلمه روی شعله ملایم میذاریم. 1 قاشق پودر کاسترد رو توی شیر حل میکنیم و به هم میزنیم. نصف شکر رو بهش اضافه میکنیم و مجددا هم میزنیم. باید مواد خوب حل بشه داخل شیر و با شعله ملایم غلیظ بشه. وقتی که اون رو کنار گذاشتیم شروع میکنیم به کیک شکلاتی رو با یک چنگال پودر میکنیم. میتونید از هر کیکی که دوست دارید استفاده کنید. ته قالبم رو و ته ظرفم رو از کیک ها یک لایه میذارم و خوب فشار میدم. کیک شکلاتی خیلی طعم خوبی بهش میده چون اینجا از کاکائو استفاده کردیم. 1 لایه پودر کیک رو میریزم و فشار میدم. نیازی نیست که این لایه رو داخل یخچال بگذاریم. بعد از اینکه خوب صاف کردیم مواد کاستردمون رو میذاریم یک مقدار خنک بشه، از داغی بیفته. بعد روی لایه کیک میریزیم. به مقدار مساوی در قالب ها تقسیم میکنیم. پودر کاسترد و شیر خیلی طعم خوبی داره. این رو که درست کردیم صاف میکنیم و باید توی یخچال بگذاریم به مدت 20 دقیقه، نیم ساعت که یک مقدار خودش رو بگیره. بعدش میایم شیر رو دوباره داخل ظرف میریزیم، بهش پودر ژله اضافه میکنیم، باقی مانده شکر رو میریزیم، خوب به هم میزنیم. پودر کاکائو 2 قاشق تقریبا من اینجا اضافه کردم. 2 قاشق میریزم، مجددا به هم میزنم و شعله رو خیلی کم میکنم تا به جوش بیاد. موقعی که شیر و موادم در حال جوشیدن بود 1 قاشق پر از کرم صبحانه، شکلات صبحانه بهش اضافه میکنم. من از مارک باراکا استفاده کردم و اون رو کنار میذارم که یک مقدار از داغی بیفته. بعد توی ظرفم میریزم. این لایه شکلاتی خیلی طعم بی‌نظیر و خوبی داره و نیاز هست که به مدت نیم ساعت توی یخچال باشه که خودش رو بگیره. وقتی که خودش رو گرفت مجددا لایه بالایی رو از کاسترد پر میکنیم. قشنگ همه جای قالب رو مواد میریزیم و به مدت 1 ساعت توی یخچال میذاریم و به دلخواه تزیین میکنیم. امیدوارم که از این دستور دسر خوشمزه لذت ببرید و اون رو حتما درست کنید.